سلام و عرض ادب خدمت هموطنای عزیز ما. امیدوار هستم در هر کجای که هستید سالم و سلامت باشید. سلامتی خیلی مهم است. شما اگر تن سالم نداشته باشید، جسم سالم نداشته باشید، خیلی از کارها را نمیتونید انجام بدین داخل زندگی. نمیتونید پیشرفت کنید، نمیتونید به دنبال پول باشید، به دنبال کسب درآمد باشید، نمیتونید خیلی کارها را نمیتونید انجام بدین داخل زندگی. قطعا ما و شما باید شکرگزار باشیم که تن سالمی داریم، جسم سالمی داریم. اگر تن و جسم سالمی داشته باشیم، ما میتونیم خیلی از کارها را داخل زندگی انجام بدیم. عزیزان، در این قسمت در خدمتتان هستم. شما وقتی که آموزش میبینید یا حتی اگر بخوایم ساده تر صحبت کنم، در مسیر آموزش قرار دارید، شما باید تصمیم گیری کنید و تصمیم بگیرید. چه تصمیمی عزیزان؟ شما کجا ترید کنید، کجا تحلیلایتان را بین انجام بدین، کجا در آینده شما معامله کنید، کجا در آینده معامله داشته باشید. خلاصه صفر تا صدش من خدمتتان عرض میکنم، خدمتتان تقدیم میکنم که شما چه گزینه هایی میتونید داشته باشید یا چه گزینه هایی دارید و پیشنهاد من به شما چی است. در کدام مارکت، در کدام بازار شما باید ترید کنید یا معامله کنید که برای شما بهتر باشه یا بهتر هست عزیزان. من اسم میکنم اینجا یک کمی فارسی من اشتباه شد. خب امیدوار هستم که شما بنده را ببخشید. عزیزان، شما گزینه های مختلفی پیش رو دارید، میتونید گزینه های مختلفی را انتخاب کنید. قطعا انتخاب خیلی از عزیزانی که حالا شروع میکنن ترید را یا می آموزش میبینن یا حتی ترید میکنن، عزیزان انتخابشان چی هست؟ کاملا بستگی به شخصیت خودتان داره، به شخصیت شخصی خودتان و شخصیتی که شما در زندگی شخصیتان هستید. خب چرا؟ شاید سوال پیش شما خلق شوه. عزیزان، شاید عزیزانی باشند که مصروف باشند، مشغول باشند، شاغل باشند، یعنی در یک جایی مصروف به کار باشند، یعنی کارهای فیزیکی اگه انجام میتن، میرن سر کار میکنن از 7 صبح یا از 8 صبح تا شب یا تا چاشت، تا ساعت 4 بعد از ظهر، تا ساعت 5 بعد از ظهر، تا ساعت 6 بعد از ظهر. شما حتی اگر در مسیر آموزش قرار دارید، باید وقت برای تحلیل، برای تکرار، برای تمرین همیشه داشته باشید. و همچنین در آینده اگر شما تبدیل به یک تریدر موفق شدید، توانستید تریدای خوبی داشته باشید، توانستید، حالا انشالله ای آرزو را من برای تمام جوانهای افغان دارم، تمام جوانان فارسی زبان، امیدوار هستم که تک تک شما به این روزها برسید انشالله، به امید خداوند، به یاری خداوند. عزیزان، شما چه گزینه‌ای وجود داره؟ گزینه‌های زیادی وجود داره که شما بیاید در این بازارها یا در این مارکت ها ترید کنید، معامله کنید، اما انتخاب اکثریت چی است؟ یا فارکس است یا کریپتو، و ما وارد گزینه‌های دیگر نمیشیم، یعنی اصلا دیگر گزینه‌ها رو ما معرفی نمیکنیم. کاملا بستگی به شخصیت خودتان داره که شما کدامش انتخاب میکنید و از الان شما باید انتخاب کنید. فرق فارکس و کریپتو چی است؟ عزیزان، کریپتو یک بازار 24 ساعته است که در تمام روزهای هفته باز هست، یعنی شما میتونید در تمام روزهای هفته 24 ساعت شما میتونید ترید کنید، معامله داشته باشید، هیچ مشکلی نیست. اما فارکس در جهت مخالف اینطور نیست. فارکس روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل است. اگر شما در کشورهای اروپایی هم زندگی میکنید، در کشورهای اروپایی هم روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل هستند. عزیزان، این یک فرق بسیار بزرگ است که شما باید متوجه باشید که کریپتو یک بازار 24 ساعته است، 7 روز هفته باز است، ولی فارکس اینطور نیست. فارکس روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل است. فارکس بزرگترین بازار معاملاتی جهان است. لطفاً به ماوس کامپیوترم دقت کنید. شما در فارکس چه چیزایی را میتونید ترید کنید؟ شما جفت ارزها را میتونید ترید کنید. اما چه جفت ارزهایی؟ من خدمتتان عرض میکنم و خیلی ساده خدمتتان مثال میزنم. اگر دستخط من خوب نیست، اینجا مقبول نوشتن نمیکنم، عذرخواهی میکنم، ولی صحبت هایی که میکنم امیدوار هستم که همگی صحبت های مرا متوجه شوند. مثلا عزیزان، شما چه چیزهایی را در بازار معاملاتی فارکس که بزرگترین بازار معاملاتی جهان هست، چه چیزهایی را میتونید ترید کنید؟ جفت ارزهای حالا مانند پوند انگلیس به دلار، فرانک سوئیس به دلار، یورو به دلار، همچنین جفت ارزهایی را که حالا وجود داره و همچنین کرنسی های مختلفی که مربوط به دیگه کشورها میشه، شما میتونید اینها را ترید کنید.
بازار معاملاتی فارکس بزرگترین بازار معاملاتی جهان هست. شما در کریپتو یا بازار رمز و ارز چه چیزهایی را میتونید ترید کنید؟ من خیلی ساده برایتان چند تا مثال میزنم خلاصه که شما فقط متوجه باشید که چه چیزهایی را میتونید اونجا ترید کنید، شما در آینده معامله کنید. بازار کریپتو یک بازاری است که تعطیلی نداره، شنبه یک شنبه نداره، ولی فارکس شنبه یک شنبه تعطیل است. یعنی شما شنبه یک شنبه نمیتونید ترید کنید متاسفانه. ولی در قبالش فارکس بزرگترین بازار معاملاتی جهان است. یک سری از ویژگی‌های دیگه هم داره که بهتر است نسبت به کریپتو. امیدوار هستم که اینا را شما متوجه شوید. کریپتو عزیزان، اگر شما بخواید در کریپتو فعالیت کنید، در کریپتو ترید کنید، من خیلی ساده خدمتتان عرض میکنم عزیزان. آموزشات از پایه شروع میشه. مثال بیت کوین که قطعا مثلا همگی ما و شما اسمش شنیدیم، حتی عزیزانی که حتی هیچ آشنایی با بازارهای مالی ندارن. مثلا اتریوم که رهبر تمام آلت کوین ها هست مثلا، یا بیت کوین. خلاص آلت کوین های مختلف وجود داره. شما اینا رو میتونید اگر در کریپتو فعالیت کنید، در کریپتو ترید کنید، تحلیل کنید، میتونید تمام مثلا اینها را شما ترید کنید. رمز و ارزها را میتونید معامله کنید، میتونید ترید کنید، هیچ کدام مشکلی نیست. فارکس عزیزان خدمتتان عرض کردم که جفت ارزها، حالا کرنسی های مختلفی که یک طرفشان USD یا دلار امریکایی هم نیست، همچنین جفت ارزهای ماجور. مثال ماجور که مثلا به چی گفته میشه؟ جفت ارزهای ماجور به جفت ارزهایی که یک طرفشان دلار امریکایی است. مثلا GBP USD، پوند انگلیس دلار امریکا، یورو USD یورو دلار، مثلا CHF USD فرانک سوئیس دلار امریکایی. بعضی اینا میگن جفت ارزهای ماجور. شما جفت ارزهای دیگر هم میتونید معامله کنید که مثلا ماجور نیستن، یعنی یک طرفشان دلار امریکایی نیست. شما همچین چیزایی را میتونید در این دو بازار معامله کنید. حالا شما اگر تصمیم دارید که در بزرگترین بازار معاملاتی جهان که فارکس هست معامله کنید، ترید کنید، همچین ارزهایی را، جفت ارزهایی را شما میتونید ترید کنید. و همچنین اگر در کریپتو فعالیت میکنید، بیت کوین، اتریوم، سولانا، میتونید روی از اینا معاملاتی داشته باشید. حالا کار کردن با صرافی‌ها و بروکر هم تقدیمتان میشه. وقتی که آموزشات یک کمی پیشرفت کرد، شما متوجه شدید که چطور میتونید تحلیل باز کنید، تحلیل داشته باشید، تحلیل کنید، چطور حداقل یک استراتژی خیلی ساده، یک استراتژی خیلی مبتدی داشته باشید تا بتونید ترید کنید، چطور پول وارد صرافی‌ها کنید، کجا معامله کنید، کجا نکنید و غیره. ولی در این قسمت، در این آموزش، من فقط میخوایم خدمتتان عرض کنم که شما چه گزینه‌هایی پیش رویتان است، چه گزینه‌هایی دارید عزیزان. به ماوس کامپیوتر لطفاً دقت کنید. پس گفتیم فارکس بزرگترین بازار معاملاتی جهان است. حجم معاملات در فارکس خیلی زیاد است. من اینجا عذرخواهی میکنم، اینجا باید این قسمت من پاک کنم. حجم معاملات در بازار فارکس خیلی بالا هست. ولی عزیزان، بازار کریپتو شما فراموش نکنید که نوسانای زیادتری دارن نسبت به بازار فارکس. حجم معاملات فارکس بالاتر است، روزانه، هفتگی، ماهیانه، ولی کریپتو کمتر است. فارکس بزرگترین بازار معاملاتی جهان است ولی کریپتو نیست. ولی کریپتو عزیزان، مثال، حالا من فرقایشان خدمتتان عرض میکنم، فرقای خیلی ساده ای که دارن. کریپتو نوسانات زیادتری داره و قطعا، حالا نوسان یعنی چی؟ یعنی بالا و پایین رفتن های زیادتری داره، یعنی پر جمع و جوشتر است خلاصه کریپتو. و شما حالا اگر عزیزان علاقه داشته باشن که بخواین از نوسانات زیاد استفاده کنن، من کریپتو رو براتون پیشنهاد میکنم. و اگر میخواید یک کمی منطقی تر کار کنید، یعنی دقیق تر کار کنید و مثال حالا چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت حالا سودای زیادتری کسب کنید، سودای منطقی تری کسب کنید، میتونید فارکس کار کنید، فارکس فعالیت کنید، فارکس ترید کنید. و پیشنهاد من در آخر ویدیو، حالا همینجا من خدمتتان عرض میکنم، پیشنهاد من عزیزان به شما بازار معاملاتی فارکس هست. بازار کالا و کامودیتی هم عزیزان کاملا متفاوت است. ولی در خیلی از بروکرهایی که وصل هستند به بازار معاملاتی فارکس، شما مثلا میتونید کامودیتی ها را میتونید ترید کنید، طلا، نقره و غیره. حالا چرا؟ ایرا من خدمتتان توضیح خواهم داد که چرا شما میتونید کامودیتی ها را مثال در بروکرها، مثال اگر شما در یک بروکر حساب بسازید، میتونید ترید کنید، اونا هم هیچ مشکلی نیست. ولی در کریپتو عزیزان، شما میتونید رمز و ارزها را مثال میتونید استفاده کنید، میتونید معامله داشته باشید روی از اونا که مثالایش هم خدمتتان عرض
کردم، مثل بیت کوین، اتریوم، سولانا و حالا آلت کوین های دیگه ای که وجود داره. آلت کوین زیاد است. پس الان عزیزان نتیجه میگیریم که کاملا یک تصمیم شخصی است که شما در کدام بازار شما بیایید فعالیت کنید در آینده. تصمیم بگیرید خودتان، چون لازم است الان. چون مثال اگر شما در مسیر آموزش قرار دارید، می تحلیل میکنید، همیشه مثلا شما اینجا بیاید در فارکس تحلیل کنید، نه مثلا یک روز فارکس، یک روز کریپتو. یک کمی سرگردانی قطعا برایتان پیش خواهد آمد. پس نیاز است در ابتدای کار شما یک تصمیم گیری جدی و دقیق داشته باشید که از همین الان تا آینده، تا 10 سال دیگه، 5 سال دیگه شما کجا فعال باشید، کجا معامله داشته باشید. این بسیار مهم است. از آن امیدوار هستم که رعایت کنید. پس من کم و توم به صورت کاملا خلاصه فرق ها را خدمتتان عرض کردم و خدمتتان عرض کردم که چه چیزهایی را شما اینجا میتونید ترید کنید، چه چیزهایی را اونجا میتونید ترید کنید. امیدوار هستم تا اینجای کار یک کمی اطلاعاتتان بالاتر رفته باشم. تا قسمت بعدی من همگیتان به خداوند پاک میسپارم و در قسمت بعدی آموزشات را ادامه میدیم. این فقط الان یک تصمیم گیری است، یک کمی فرق ها را ما و شما با هم دیگه مقایسه کردیم.